من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد از اینکه الله عزوجل زجر و توبیخ‌هایی بر یهود و نصارا بیان فرمود و به رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان تذکر دادند که هرگز این قوم از شما راضی و خوشنود نمیشه مگر زمانی که شما از آراء منحرفه اونها و اهوا و خواهشات اونها پیروی کنید، اون زمان از شما راضی میشه. بنابراین مواظب باشید که ذره ای تمایل به اونها نشان ندهید، ذره ای به اون سمت و سو نروید و اگر این کار را کردید خدا هم شما را رها میکند. ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر. اکنون دلیل نقلی از اهل کتاب، از علماء اهل کتابی که اونها به صداقت و حقانیت این قرآن پی بردند. الله تعالی می فرماید الذین یتلون الکتاب الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. کسانی که ما به اونها کتاب دادیم اونها کتاب را تلاوت می کنند حق تلاوت. ببین تلاوت دو نوع هست، یکی اونه که تلاوتی باشد که حق تلاوت در اونجا رعایت بشه و یکی هست که حق تلاوت ادا نمیشه. حق تلاوت را خدمت شما عرض می کنم. اما این افرادی که خداوند عزوجل اونها را تعریف می کند و ستایش می فرماید و دلیل از اونها نقل می کند، این افراد کی هستند؟ اونچه که مفسرین می فرمایند اینها افرادی هستند از علماء یهود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. چنانچه مفسر ضحاک می گوید قال الضحاک هم من آمن من اليهود الذين آتيناهم الكتاب. کیا هستند؟ هم من آمن من اليهود که ابن سلام و ابن سوریا و ابن یامین. عبدالله ابن سوریا، عبدالله ابن سلام و ابن یامین این علمایی بودند، علما و چهره های سرشناس یهودی که اینها ایمان آوردند. بحر المحیط، این عبارت مال بحر المحیط بود. لذا الله عزوجل
از اینها به عنوان حقانیت دین مبین اسلام استدلال میگیرد. الله می فرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته. ببینید یتلونه حق تلاوته را دو ترجمه می کنم. یکی یتلون تلاوت به معنی قرائت، ما قرآن را تلاوت می کنیم، یعنی چی می کنیم؟ قرائت می کنیم. خب اگر قرائت باشد معنیش اینه که اونها تورات را قرائت می کنند همان گونه که حق قرائت چیه؟ همان گونه که نازل شده. حق تلاوت و حق قرائت چیه؟ همان گونه که نازل شده. یعنی تورات محرف را اونها تلاوت نمی کنند، تورات تحریف شده را اونها قرائت نمی کنند، اصل تورات را قرائت می کنند. اصل تورات را که قرائت بکنند، در اصل تورات بیان صداقت و اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد. اینجاست که امام رازی رحمه الله می فرماید یقرؤونه حق قراءته کما انزل الله، اونها تورات را قرائت می کنند حق قرائت همان گونه که نازل شده. ولا یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمه ای را از جایش جابجا نمی کنند. ولا یتأولونه علی غیر الحق، ولا یتأولونه علی غیر الحق، از خود تأویل هم نمی کنند، توجیه هم نمی کنند، تأویلات و توجیهات غیر حق. به عنوان مثال اوصاف رسول الله که توش آمده اونا تأویل نمی کنند، نه ایشون نیست، فلان صفت وجود ندارد، فلان صفت اضافه هست، نه، هیچ توجیه و تأویل نمی کنند، بلکه اون چه که حق تلاوت، حق تفسیر تورات هست، اون تفسیر را چی می کنند؟ درست بیان می کنند. پس یک معنی یتلونه چی هست؟ یقرؤونه، از تلاوت هست. اما معنای دیگری دارد. تلاوت یعنی اتباع. تلاوت یعنی چه؟ اتباع. ببینید بقیه ملاهای یهود تورات را اتباع نکردند. اگر اتباع می کردند تورات گفته که به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کنید؟ ایمان بیاورید. اونها ایمان نیاوردند. اما این دسته که خداوند اونها را تعریف می کند، اینها چیکار کردند؟ تورات را اتباع کردند. یتلونه حق تلاوته ای یتبعونه حق اتباعه. یتلونه حق تلاوته یعنی چه؟ یعنی یتبعونه حق اتباعه، اینها اتباع می کنند، پیروی می کنند، واقعا حق اتباع را به جا می آورند. چنانچه اکرمه این معنا را ذکر کرد. اکرمه که شاگرد ابن عباس هست این معنا را ذکر کرد. بعداً به مخاطبین گفت مگر شما در قرآن نخواندید که قرآن میگوید والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تلاها، ماه او را چی کرد؟ تلاها یعنی اتبعها، ما خورشید را تلاوت میکند یا اتباع میکند؟ اتباع. لذا این عبارت قرطبی هست ای یتبعونه حق اتباعه. قال عکرمه اما سمعت قول الله والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تلاها ای اتبعها. قرطبی. پس بر اساس این ترجمه و این تفسیر معنی این میشه که این علماء حقه یهود واقعا تورات را اتباع می کنند. تورات چه دستور داده؟ ایمان به پیامبر خاتم، به پیامبر آخر الزمان. اینها چیکار می کنند؟ ایمان می آورند. الله می فرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم. مثل کی؟
عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سوریه و ابن یامین، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم، یعنی علماء حق اهل کتاب، یتلونه حق تلاوته، آنها تورات را تلاوت میکنند حق تلاوت، یا تورات را اتباع میکنند حق اتباع. اولئک یؤمنون به، این افراد، این دست ایمان میآورند به پیامبر، اینها به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان میآورند، اما گروه دیگر ایمان نمیآورند. اونها که ایمان نمیآورند تکلیفشون چیه؟ رب العالمین میفرماید و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. هر کسی به او ایمان نیاورد، یعنی به رسول الله به یا بذلک القرآن، هر دم احتمال گفتند. هر کسی که ایمان نیاورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قرآن ایمان نیاورد، فاولئک هم الخاسرون. این انسان ها خودشون زیانکارند، خودشون را به ضرر دادند، ضرر خودشون کردند، خدا ضرر نکرد. لذا الله عزوجل تعریف میکند از بنی اسرائیل که ایمان آوردند. یا بنی اسرائیل، مجددا ترغیب گذشته، مجددا ترغیب گذشته. الله عزوجل در ابتدای این بحث هم نعمتهای خودش را یادآوری کرد، در پایان بحث هم نعمتها را یاد. اینجا آخر بحث چی هست؟ یهود هست و روی سخن با یهود بود. ببینید این همه نعمت خدا به شما کرد، نعمت خدا به پدران شما عنایت فرمود، به آبا و اجداد شما، از چه مهلکه هایی، از چه سختی هایی، از چه جور و ظلمی که فرعون نسبت به شما روا داشت، شما را خدا آزاد کرد، نجات داد و چه ملکی به شما داد، ملک داد، پادشاهی داد، نبوت داد، پدران شما همه انبیا. آیا این همه احسان رب العالمین با شما دارد؟ نمی طلبد که شما هم در مقابل رب تسلیم بشید، شما شرک نکنید، توحید را قبول کنید، پیامبر او و فرستاده او را قبول کنید، ایمان بیاورید. لذا الانسان عبید الاحسان. وقتی که به انسان یادآوری کنی که من این همه خوبی به تو کردم، الان حرف من گوش کن، انسان در مقابل احسان دست میبندد. لذا این احسان میطلبد که شما یهود دست ببندید، تسلیم دعوت رب العالمین بشید، اما یهود نمک به حرام تسلیم نشدند. الله می فرماید یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید شما نعمتهای من را. بنویسید مادی و معنوی. تنها نعمت مادی خدا نداد، تنها پادشاهی و ملک خدا نداد، خدا نبوت داد، دین داد، ایمان داد، توحید داد. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنی نعمتهای مرا، آن نعمتهایی که من انعام کردم بر شما، به شما عنایت کردم. و دیگه این نعمت به علاوه اون نعمتها، و انی فضلتکم علی العالمین، و این که من رب العالمین شما را فضیلت دادم بر همه عالمیان. عالمیان کدوم عالمیان؟ عالمی زمانهم، بر عالمین زمان خودشان. اونها بر امت رسول الله فضیلتی ندارند. کنتم خیر امه، امت رسول الله چی هست؟ بهترین امت است. پس بر عالمین زمان خودتون شما را فضیلت دادم. واتقوا یوما لا تجزی، خداوند نفی می کند طرق نجات دنیا را. قبلا هم این را تفسیر کردم، عرض کردم. در دنیا چه صورتهایی هست برای نجات؟ یا پارتی هست، یا رشوه هست، یا سفارش و شفاعت هست، یا حزب و گروه و قوم انسان است. یا پارتی انسان را نجات میده، یا اینکه انسان رشوه میده، یا اینکه کسی مقام بالاتری میاد شفاعت میکنه میگه این را نجات بده، این را اعدام نکن، این را آزاد کن. یا اینکه
کسی را زندان میکنند، طرفدارانش چیکار میکنند؟ جنگ میکنند، سلاح به دست میگیرند، تو خیابون ها میریزند تا اینکه اون انسان را چیکار میکنند؟ دولت ها آزاد میکنند. میترسند از مردم، از قیام عمومی میترسند. الله میفرماید این راه های نجات که در دنیا برای یک انسان گرفتار پیش می آید، این راه های نجات پیش ما نیست. اونجا پارتی نیست، اونجا رشوه نیست، اونجا سفارش و شفاعت قهری وجود ندارد. واتقوا یوما، الله می فرماید بترسی شما از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را. یعنی هیچ انسانی نمی تواند پارتی انسان دیگری قرار بگیرد. ولا یقبل منها عدل، طریق دوم رشوه. الله می فرماید ولا یقبل منها عدل، پذیرفته نمیشه از آن نفس کافره از آن نفس پذیرفته نمیشه، عدل رشوه پذیرفته نمیشه. سوم شفاعت قهری، ولا تنفعها شفاعت، و نفع نمیدهد به هیچ انسانی شفاعتی، چنان شفاعتی که بیاد او را قهرن و اجبارا نجات بده. و نفی طریق چهارم، ولا هم ینصرون، و آنها حزبی دارند، گروهی دارند، قومی دارند که یاری بشوند. کسانی بیان اونها را یاری بکنند، کسانی بیان برای اونها ببندند، چنین چیزی وجود ندارد. لذا بترسید از آن روز ای بنی اسرائیل، ای ملاهای یهود که گرفتار بشید، اونجا دردی برای شما دوا نمیشه، همینجا توبه بکنید. ترسیدن چیه؟ توبه در همین دنیا. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اینجا بحث یهود بود، تا اینجا سخن تمام شد. اکنون الله عزوجل یک سخن عمومی تری که هم روی سخن با یهود است، هم مسیحیان هست، هم مشرکین مکه هست، هم صابی ها هست، با همه هست، الله تعالی بیان می فرماید. و این سخن در واقع این را عنوانش را بگذارید دلائل بر صداقت و رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اثبات صداقت و رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ببینید در این آیات خداوند از حضرت ابراهیم میگوید. ابراهیم علیه السلام پیغمبری هست که همه او را قبول دارند. یهود میگفت ما ابراهیمی هستیم، جد ما هست اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم. مسیحیان میگفتن ما بر ملت ابراهیم هستیم. صابی ها که خودشون را نسبت میدادن میگفتن دین ما دین ابراهیمی. مشرکین مکه میگفتن که ما ابراهیمیم، ما بر ملک ابراهیم هستیم، مکه مکرمه، ما بر خانه ابراهیم که بنا کرد کعبۃ الله هستیم، ما هستیم که روش ابراهیمی را داریم، نکاح ما، ازدواج ما، طلاق ما، همه زندگی ما بر اون روش هست. و مسلمانان ادعا دارن که ما ابراهیم هستیم. قرآن هم میگه ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که ابراهیم را پیروی بکنند و این پیغمبر هست. خب اکنون الله عزوجل چگونه اینجا عرض کردم بعثت و رسالت رسول الله را ثابت می کند؟ از طریق ابراهیم. آیا ابراهیم ابو الانبیاء شخصیتی هست که همه شما قبولش دارید؟ بله قبول داریم. ببینید ابراهیم و اسماعیل وقتی که این بیت را بنا کردند چه دعایی کردند. دعای اونها این بود ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، بار الها در میان این مردم مکه رسولی را مبعوث بفرما
من انفسهم، از خود اونها باشد، از بطن مردم باشد، از متن مردم باشد که آیات تو را تلاوت بکند، مردم را تزکیه بکند، پاک بکند. خداوند می فرماید اون دعای ابراهیم باید مصداقی داشته باشد، اون دعای ابراهیم باید قبولیت و پذیرشی داشته باشد. لذا این محمد صلی الله علیه و سلم نتیجه همون دعا هست. اگر ابراهیم را قبول دارید این را هم قبول بکنید. این اولین دلیل که از داستان ابراهیم. و بعد از اون الله عزوجل می فرماید نه تنها ابراهیم، همه انبیا که اجداد شما هستند، اجداد شما اسرائیلی ها، اجداد شما یهودی ها و مسیحیان، مسیحیان هم اصلش بنی اسرائیلی بودند، همه انبیا به پیروان خودشان، به فرزندان خودشان چه وصیتی کردن؟ وصیت به توحید، وصیت به یکتاپرستی. الان دین خودتون را مقایسه بکنید، نه در دین یهود یکتاپرستی هست، نه در مسیحیان، نه در صابئه، نه در مشرکین. یکی فرشته را میپرستد، یکی عزیر را میپرستد، یکی عیسی را میپرستد. همه انبیا و اولیاء و فرشتگان و جنات را شما دارید میپرستید. تنها دینی که در اون دین یکتاپرستی هست، توحید هست، دین اسلام، دین محمد صلی الله علیه و سلم. پس این دلیل دوم که این پیغمبر چی هست؟ این پیغمبر به حق است. این پیغمبر نتیجه وصیت دین، این نتیجه وصیت همه انبیا و آبا و اجداد خود شماست. و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. یعقوب کیه؟ اسرائیل، نه؟ شما هم بنی اسرائیل. پس ببینید اینها دلائل هستند بر حقانیت و بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این که بحث ابراهیم آغاز شد، هدف خداوند قصه و داستان نیست که بعضی میگه از اینجا داستان ابراهیم شروع میشه. هدف الله عزوجل چیه؟ اثبات رسالت، رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما و اذ ابتلا بنویسید تمهید برای رسالت، این مقدمه ای هست برای رسالت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، زمانی که امتحان کرد ابراهیم را ربش با کلماتی، فاتمهن، اونها را تکمیل کرد، نتیجه امتحان. ببینید ابراهیم، امتحان ابراهیم معروف است. ابراهیم را خداوند با چی امتحان کرد؟ بعضی جوابهای مختلف مفسرین دادن. بعضی ها خصال را میگویند، خصال عشره را. ابراهیم علیه السلام بعضی خصلت ها را انجام میداد، مثلا اعفاء اللحیه و قص الشوارب، ریش گذاشتن و شوارب را، سبیل را چی کردن؟ کوتاه کردن یا زدن. ناخنها را گرفتن. نتف الابط، زیر بغل مویش را گرفتن. حلق العانه، بهرحال این نظافت کردن، موی ناف را نظافت کردن، موها را گرفتن و مزمزه، استنشاق، در وضو مزمزه کردن، استنشاق کردن. اینا خصال عشره که در احادیث صحیح مسلم و بخاری هستند. اینها را گفتند که این کلمات هستند. خداوند با این کلمات ابراهیم را آزمایش کرد، ابراهیم هم درست انجام داد. و در حدیث شریف آمده که شما به هر حال به این خصال ابراهیمی شما هم عمل بکنید. اما خدمت شما عرض کنم، اساتید بزرگوار، مفسرین اعلام میفرمایند که اینها درسته، اینها هم سنت های ابراهیمی هستند، از روش های ابراهیمی هستند که در این دین هم به اونها چی میشه؟ عمل میشه. اما اینها نمیتوانند ابتلایی که خداوند در قرآن با چه آب و تابی از این ابتلا تعریف میکند،
ابتلا، در این ابتلا ما هم موفقیم، ما هم کامیابیم، ما هم ریش میگذاریم، ما هم سبیل میزنیم، ما هم ناخن میزنیم، ما هم نظافت ها را انجام میدیم، مزمزه، استنشاق، وضو، فرق رأس، سر را از وسط، موها را دو قسمت کردن، اینا همه خصال هستند. ولی نه، اون چه که علما محققین میگن، اون چه که ابتلاعات ابراهیم هستند، خداوند ابراهیم را در مال ابتلا کرد، در جان ابتلا کرد، در اولاد ابتلا کرد. در مال، جان، اولاد، فرزند. مالش را تقدیم کرد. وقتی که فرشته آمد، تمام دار و مدار ابراهیم همون یک گوساله بود، دیگه چیزی نداشت. مهمان نوازی را ببین، او را به مهمان تقدیم کرد. فرزند را در راه خدا، تنها فرزندش اسماعیل بود در اون زمان، این را خدا گفت برای من قربان کن، قربانش کرد. جان خودش را برای توحید گفته شد تو را یا برگرد یا در آتش میاندازیم، تقدیم کرد، جانش را هم قربان کرد. این همه قربانی ها ابراهیم داد و داشت که شد خلیل خدا. این که خلیل خدا شد به خاطر چی؟ این همه قربانی ها. بهتره که من عبارت علامه اندلسی را در بحر المحیط هست بخوانم، اون جالب تره. میگه العاشر، اقوال زیاد نوشته، اما قول دوم، قول دهم، هی مبتلاه، ابتلا ابراهیم چی بود؟ هی مبتلاه به فی ماله و ولده و نفسه، اینکه خدا او را ابتلا کرد در چی؟ فی ماله و ولده و نفسه. ابراهیم را امتحان مالی کرد، امتحان در ولدش، امتحان در نفسش. ابراهیم چی کار کرد؟ فسلم ماله للضیفان، مال را تقدیم کرد برای مهمانان. و ولده للقربان، ام قربان، ولدش را تقدیم کرد برای قربانی. و نفسه للنیران، و نفس جان خودش را برای آتش. و قلبه للرحمن، و قلبه للرحمن فاتخذه الله خلیلا، قلبش را به رحمان داد، فقط گفت رحمان راضی باشد. الله او را خلیل گرفت، شد خلیل الله. متوجه هستید؟ پس این هست که ابراهیم علیه السلام در امتحان موفق شد. هدف تمام امتحاناتی که در مسیر زندگی داشت. لذا الله می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه، فضیلت اول بانی کعبه، زمانی که الله ابتلا کرد ابراهیم را، ربش، الله او را امتحان کرد بکلمات. پس کلمات خصال عشره نیستند، بلکه با چند چیز، با قربانی های مال و جان و اولاد. فاتمهن، نتیجه امتحان، ابراهیم آنها را تکمیل کرد، تمام کرد. یعنی در امتحان چی شد؟ موفق شد، پیروز شد. قال انی جاعلک للناس اماما، انعام اول. الله عزوجل به ابراهیم گفت ای ابراهیم، من تو را قرار میدم برای مردم امامی، امام مردم میشی. بعضی متاسفانه از اینجا که نمیفهمند قرآن را، میگه درجه امامت بالاتر از نبوت است، در حالی که این امامت یعنی نبوت. کی گفته این امامت غیر نبوت است؟ امام یعنی قدوه مردم، پیشوای مردم، امام مردم. انبیا هستند که امام مردم هستند، همه انبیا امام هستند. امامت جایگاه دیگری نیست. انی جاعلک للناس اماما، اماما یعنی چی؟ نبیا، پیغمبری من تو را قرار میدهم. چنانچه علامه بحر المحیط، علامه اندلسی در بحر المحیط میگه قال اهل التحقیق، محققین گفتند والمراد بالامام ها هنا النبی، مراد از امام اینجا چیه؟ پیغمبر، نبی. ای صاحب شریعت متبع، ای ابراهیم
من تو را صاحب شریعتی قرار میدم که چی میشوی؟ اتباع میشی، پیروی میشی، صاحب شریعت متبع. پس امام به این معنی هست، نه امام به معنی امامتی که ما جدا یک ساخته جدا بافته از نبوت داشته باشیم. الله می فرماید قال انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم من تو را برای مردم امام قرار میدم، پیشوا قرار میدم، الگو. ابراهیم الگو شد یا نه؟ یهودی میگه ابراهیم مال منه، مسیحی میگه مال منه، مشرک میگه مال منه، مسلمان میگه مال منه. برای همه الگو هست، چون که ابراهیم مورد قبول همه هست. قال و من ذریتی، ابراهیم میگه بار اله از اولاد من چی؟ الله عز و جل میگه قال لا ینال عهدی الظالمین، لا ینال عهدی الظالمین. عهد من، عهد مراد از عهد چیه؟ فالمراد من العهد الامامه، این عهد امامت. وليست هي هنا الا النبوه. آلوسی میگه مراد غیر از نبوت چیزی دیگه نیست. یعنی نبوت را من نمیدهم به ظالمین، به گناهکاران. عنایت بفرمایید، ما یکی از عقایدمان عصمت انبیا هست. ما اهل سنت معتقد هستند که انبیاء خدا همه از گناه معصومند، همه از گناه پاکند. بلکه عقیده صحیح اینه که اونها نه قبل از نبوت گناه میکنند نه بعد از نبوت گناه میکنند. هیچ وقت از انبیا گناه صادر نمیشه، قبل از نبوت حتی هم. به طور مثال قبل از نبوت، قبل از اینکه پیغمبر بشه، در زمان قبل از پیغمبری، پیغمبر بلا تشبیه شراب بخورد. بعد از پیغمبری وقتی که شراب حرام بشه به مردم بگه مردم نخورید، میگن خودت تا دیروز میخوردی، امروز به ما میگه نخور. اگر دیروز گناهی کرده باشد به مردم بگه شرک کرده باشد، بگه نکن، میگه خودت تا دیروز میکردی، فلان عمل را نکن. لذا به این خاطر که دامن انبیا پاک باشد، خداوند افرادی را برای نبوت برمیگزیند که قبل از نبوت هم اونها چی؟ گناهی مرتکب نشده باشند، که یک وقتی مردم ایراد نگیرند. شما ببینید در تمام قرآن در هیچ جای نمیتوانید اشکالی و ایرادی از مردم بیاورید که بگویند قبل از نبوت شما اینطور بودید الان اینطور شدی برای ما. نه خیر، هر جا که ایراد میگرفتند میگفتند که ساحر است، جادوگریه، دیوانه هست، شاعر هست، کاهن هست. لقب‌های هم مربوط به همون زمان. به قبل از نبوت هیچ جای پیغمبر نکته سیاهی ندارد که مردم انگشت بگذارد. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت لب به شراب نگذاشت، به طرف نامحرم به بدی. الله عزوجل کلا معصوم آفرید که هیچ نکته سیاهی در دامن پاک این انسان پاک نباشد. همه انبیا اینطور هستند. اما خب شاید شما بگی بعضی جاها نسبت به انبیا مسائلی مطرح شده. حضرت ابراهیم 3 بار خلاف گفتن، در حدیث میاد 3 کذبات آمده. یا حضرت آدم گفتن نخورید، درخت خوردند. اینها را انشاءالله که در این عصمت انبیا اشکال وارد میکنند، به اونجا آیاتشون برسیم انشاءالله پاسخ خواهیم داد. ولی دلیل و آیه‌ای که علما استدلال میگیرند بر عصمت انبیا همین آیه هست. قال لا ینال عهدی الظالمین. خدا میفرماید عهد من یعنی عهد نبوت، پیغمبری به ظالمین نمیرسه، کسانی که ظلم بکنند یعنی گناه بکنند. یعنی ای ابراهیم هر کسی از اولاد تو گناهکار باشند اونها را من پیغمبر قرار نمیدم،
بقیه که گناهکار نباشند از میان اونها هم نبی تعیین میکنم. چنانچه تمام انبیا از اولاد حضرت ابراهیم بودن بعد از ابراهیم علیه السلام. لذا الله فرمود لا ینال عهدی الظالمین، عهد من یعنی عهد نبوت شامل ظالمین نمیشه، حاصل نمیشه ظالمین و گناهکاران را. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، الله اینجا فضائل کعبه را بیان می فرماید. وقتی که قرار دادیم ما بیت الله را مثابة للناس، مثابه یعنی محل رجوع مردم، جای رجوع مردم. مثابة للناس، مثابه تای مبالغه هست، یعنی بار بار رجوع میکنند. چقدر شما مشتاق هستید از بیت الله برمیگردی، دوباره برنامه ریزی میکنی، پول جمع میکنی، ثبت نام میکنی، دوباره برم. الله میفرماید جای رجوعی برای مردم. و امنا، و اونجا را جای امنی قرار دادیم. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بگیرید مقام ابراهیم را جای نماز. رب العالمین می فرماید اون مقامی که به عنوان یادگاری از ابراهیم و باقی مانده اونجا را نماز بخوانید. و این فضیلت ابراهیم. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. و عهدنا، عهد وقتی که متعدی باشه با اله به معنی توصیه و امر هست. به معنی چی هست؟ توصیه و امر. عهدنا معنی چی آقای بیدل؟ وصینا، امرنا. متوجه شدید؟ و عهدنا ای وصینا، امر کردیم. و عهدنا الی ابراهیم، ما وصیت کردیم ابراهیم را، ما دستور دادیم ابراهیم را و اسماعیل را ان طهرا، اینکه پاک بکنید بیت من را للطائفین والعاکفین. طهرا پایینش بنویسید ظاهرا و باطنا، بیت من را ظاهرا و باطنا پاک بکنید. للطائفین، برای آفاقی ها، طائفین میگویند کسانی که خارج از مکه میآیند. والعاکفین، برای اهل مکه، برای باشندگان مکه. یعنی اینها این بیت پاک بشه ظاهرا و باطنا. پاکی ظاهری مشخص نظافت، پاکی باطنی از شرک، از بت پرستی، از غیر الله پرستی پاک بشه. والرکع السجود، برای رکوع کنندگان و برای سجده کنندگان پاک باشد. الله عزوجل اینجا مناجات ابراهیم را و دعای ابراهیم را که آخر این دعا رسالت رسول الله را اثبات می کند، اون را یاد می کند. الله می فرماید یاد کن و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا، دعای اول. زمانی که گفت ابراهیم علیه السلام بار اله پروردگارا قرار بده این شهر را بلدن امنا، شهر امنی قرار بده، شهری که امنیت باشد، اینجا شلوغ نباشد، اینجا ناامنی نباشد. امنا آمنا مثل تامر هست. تامر یعنی ذات تمر، ذات تمر. لابن یعنی چه؟ زالبن، کسی که شیر دارد بهش میگه لابن، کسی که خرما داره بهش میگه تامر، یعنی چی دارد؟ خرما دارد. این آمنن یعنی زا امن، آمنن زا امن. پروردگارا این شهر را شهر امنی بگردان. ورزق اهله من الثمرات، دعای دوم. پروردگارا رزق بده اهل این را، اهل مکه را، من الثمرات، از انواع میوه ها. وادی لم یزرع هست، اینجا آبی نیست، اینجا زمینی برای کشت و کشاورزی نیست، ولی خدایا به اینها انواع میوه ها بده. تمام میوه های دنیا را میبینی در مکه مکرمه وجود دارد. من آمن منهم بالله والیوم الاخر. ابراهیم علیه السلام از یک تذکری که قبلا خدا بهش داده درس گرفته.
قبلا برای پدرش دعا کرد، خداوند فرمود نه، شما اجازه ندارید که برای کسی که مشرک هست دعا بکنید. بعد از اون ابراهیم علیه السلام وقتی که متوجه شد که پدر بر شرک مرده دیگه دعا نکرد. لذا ابراهیم تصورش این بود که هر دعایی را فقط برای مؤمن بکنیم. لذا گفت خدای هر کسی که از اهل مکه ایمان به خدا و روز آخرت دارد به اونها رزق بده. به اونها چی بده؟ رزق بده، یعنی به کفار نه. اما ببینید لطف و اخلاق الهی را، قال تخلقوا باخلاق الله، معنیش همینه. قال ومن کفر فامتعه، ابراهیم فقط به مؤمنان نه، ومن کفر، هر کسی که کفر بکند هم، فامتعه قلیلا، چند روزی در دنیا او را من متاع میدهم، یعنی چند روزی در دنیا بهره میگیرد، استفاده میکند در دنیا. ثم اضطره الى عذاب النار، سپس چون که فقط دنیا داشته، دین نداشته، ایمان نداشته، کفر داشته، سپس او را وادار میکنم به عذاب آتش، عذاب النار فی الاخره. و بئس المصیر، بسیار مرجع بدی هست، جای رجوع بدی هست این آتش. خداوند همه مؤمنین را پناه بده. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، دعای بعدی ابراهیم. بنویسید اخلاص بانی کعبه. اخلاص، واقعا اخلاص تأثیر دارد. اخلاص کار خودش را می کند. اخلاص تأثیرش برای همیشه در دنیا می ماند. خانه ای را که با اخلاص بسازد، فقط برای خدا. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، زمانی که بلند کرد ابراهیم قواعد بیت را، ستونهای بیت را، پایه های بیت را، و اسماعیل هم باش همگام بود، کمک میکرد، بلند کرد. ربنا، بنویسی یقولان، میگفتند هر دو، یعنی در حالی که کار میکردند و پایه را، اساس را میگذاشتند و اساس را داشتند که بلند میکردند، هر دو این گونه دعا میکردند. ربنا تقبل منا، بار الها پروردگارا قبول بفرما از ما، انک انت السمیع العلیم، بدون شک پروردگارا تو سمیع هستی، همه دعاها را میشنوی. العلیم، علیم هستی، احوال قلب را میدانی، احوال قلب را میدانی. بله، این عرض کنم که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل میگه که آنچه که ما میگیم هم تو میدانی، آنچه که ما در دل داریم هم تو میدانی، میشنوی و میدانی. ربنا واجعلنا مسلمین لک، این تتمه همین دعای مذکور است، تکمیل این دعا است. ربنا واجعلنا، بار الها قرار بده ما هر دو را، مسلمین لک، دوتا مسلمان، دوتا منقاد، دو نفر مطیع برای تو، ما در بس در اختیار تو باشیم، در بس فقط از تو اطاعت بکنیم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگارا از اولاد ما قرار بده امتی که مسلمتا لک، تسلیم بشه در مقابل تو، منقاد و مطیع دستور تو باشد. الله می فرماید اونها این دعا را کردند و همچنین ارنا مناسکنا، به ما نشان بده مناسک را، یعنی احکام حج را. ارنا یعنی علمنا، ارائه به معنی تعلیم هست. پروردگارم به ما آموزش بده، به ما یاد بده قواعد حج را، احکام حج را. و تب علینا، بر ما رجوع کن. توب علینا، ببینید توبه تا توبه هست. توبه عموم مردم برای چی هست؟ برای کفاره سیئات، برای آمرزش گناهان.
اما توبه خواص برای آمرزش گناهان نیست. خواص و انبیا گناه ندارن، توبه اونها برای رفع درجات هست. توبه اونها چی هست؟ برای رفع درجات. آلوسی میگه و توبت خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی في المقامات. و توبت خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی في المقامات، در مقامات مختلف ترقی و پیشرفت کردن، مقامات اخروی. پروردگار و توب علینا یعنی درجات ما را بیفزا. انک انت التواب الرحیم، بدون شک تو تواب هستی، توبه پذیر هستی، الرحیم مهربان هستی. این دعای دوم بود. و دعای سوم ببینید از این دعا رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشه؟ اثبات میشه. الله می فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا، پروردگارا مبعوث بگردان، تعیین بفرما، فیهم رسولا در میان این اهل مکه، رسولا پیامبری که منهم از خودشان باشد، از جای دیگه نیاد، از خودشان باشد. از اینجا بشریت رسول هم ثابت میشه، از خودشان باشد، بشر باشد. یتلو علیهم آیاتک، فریضه رسول، آیات تو را بر اینها تلاوت بکند، قرائت بکند. و یعلمهم الکتاب، و کتاب را برای به اینها تعلیم بدهد، دستورات خدا را تعلیم بدهد. والحکمه، و حکمت را، حکمت تفسیر همون کتاب هست، فهم کتاب. قال قتاده الحکمة السنة و بیان النبی الشرائع. قرطبی قال قتاده الحکمة السنة و بیان النبی الشرائع. حکمت یعنی سنت و اینکه پیغمبر شریعت را، احکام را، مسائل را، جزئیات را بیان بکنه. ابراهیم علیه السلام و اسماعیل دعا می کنند چنین پیغمبری باشد که یعلمهم الکتاب، کتاب به اونها تعلیم بده. والحکمه، پس حکمه میتونه بنویسی وحی غیر مطلوب، حکمت به اونها تعلیم بده. و یزکیهم، اونها را پاک بگرداند، اخلاقشان را، عقاید گندهشان را، عقاید بدشان را پاک بگرداند. خدایا چنان پیغمبری مبعوث بفرما. انک انت العزیز الحکیم، بدون شک بار اله تو عزیز هستی، تو غالب هستی. الحکیم، در کارهای تو حکمت هاست، تو می توانی، تو قدرتش را داری و هرگاه که حکمت تو تقاضا بکند این کار را انجام میدی. لذا الله عز وجل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را به اثر اون دعای ابراهیم علیه السلام مبعوث کرد و برای اهل مکه تعیین کرد. پس از اینجا چی ثابت شد؟ رسالت، نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب الان روی سخن به سوی همه این گروه ها هست، یهود، مسیحیان، مشرکین. شما که خودتون را ابراهیمی میدانید، این دعای ابراهیم و این پیغمبر نتیجه دعای ابراهیم. الان بیایید ایمان بیاورید، بیایید تسلیم بشید و از ملت ابراهیم، این ملت ابراهیمی است، این دین ابراهیمی است. از این دین ابراهیمی اعراض نمی کند، روی گردانی نمی کند مگر کسی که سفیه باشد، احمق باشد. الله می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم، چه کسی رغبت می کند؟ استفهام انکاری هست به معنی نفی. یعنی شما می دانید که رغبت وقتی که با اله صله‌اش اله باشد به معنی چی هست؟ میل. رغب الیه یعنی
مال الیه، تمایل پیدا کرد به اون سمت و سو. اما وقتی که صلهش عن باشد به معنی چی میاد؟ اعراض میاد، روگردانی. بس اینجا یرغب عن آمده، عن که بیاد به معنی اعراض. و من یرغب عن ملت ابراهیم، اعراض نمی کند، روگردانی نمی کند، عن ملت ابراهیم، از ملت ابراهیم، از دین ابراهیم، الا من سفه النفس، مگر کسی که نفسش را سفیه بکند. یعنی چی؟ یعنی نفسش را ذلیل بکند. سفاهت ذلت است دیگه. ای جعل نفسه مهانة ذلیلة، جعل نفسه مهانة ذلیلة. الله می فرماید ولقد اصطفیناه فی الدنیا، به درستی که ما برگزیدیم ابراهیم را در دنیا، و انه فی الاخرة لمن الصالحین، و همچنین ابراهیم در آخرت از صالحین است. ببینید صالحین، یک درجه صالحین در میان عموم مردم هست. بعضی مردم هستند صالحینند، اما در میان انبیا صالحین باز یک جایگاه دیگه هست. مثل همون توبه که توبه خواص فرق میکنه با توبه عوام، صالحین خواص هم فرق میکنه در صالحین. کسی که از ماه انشاءالله صالحین باشد معنی اینه که در میان بقیه مردم ویژه هست. کسی که از انبیا صالحین باشد معنیش چیه؟ در میان انبیا او ویژه هست، در میان انبیا می درخشد. ابراهیم علیه السلام این گونه هست. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، در آخرت از صالحین است. اذ قال له ربه اسلم، زمانی که رب به او گفت اسلم، تسلیم باش. اسلم دو معنا دارد. یا معنیش اینه که اسلم یعنی تسلیم باش، اسلم نفسك الى الله، اسلم نفسك الى الله و فوض امرك الیه. خازن گفته، تفسیر خازن چی میگه؟ اسلم نفسك الى الله و فوض امرك الیه. ای ابراهیم نفست را به خدا تسلیم بکن و امرت را به خدا بسپار. یک معنی اینه. یک معنی دیگر اسلم به معنی اخلص، مخلص باش، هر کار را برای خدا انجام بده. معنی دوم اسلم به معنی چی؟ اخلص. تفسیر خازن بازم میگه اخلص دینک و عبادتک لله واجعلها سلیمه. اخلص دینک و عبادتک لله، دین و عبادتت را خالصا برای خدا قرار بده. واجعلها سلیمه یعنی سالم بگردان اونها را ناپاک با عبادت غیر نگردان. لذا اذ قال له ربه اسلم، چگونه خدا او را برگزید؟ وقت استفا میتونی بنویسید، زمان استفا. چه زمانی او را خدا برگزید، مصطفیش کرد؟ اذ قال له ربه اسلم، زمانی که او را پروردگار گفت تسلیم باش، خودت را به خدا بسپار، یا اینکه همه کارهایت را با اخلاص انجام بده. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم در مقابل رب العالمین، هرچی که مولای من بگوید. و بعد ابراهیم تنها برای خودش این را نداشت، برای اولادش هم همین وصیت را کرد. عرض کردم دلیل دوم صداقت رسول الله چیه؟ اینه که ببینید همه پدران شما از ابراهیم گرفته تا اسحاق تا اسماعیل تا یعقوب همه وصیت کردن به توحید، به یکتا پرستی. پس ببینید دین شما یهود یک پرستی را ثابت می کند یا دین اسلام؟ در مسیحیت یکتا پرستی است یا در اسلام؟ در دین مشرکین مکه یکتا پرستی است یا در دین اسلام؟ به این نتیجه می رسیم در دین اسلام. پس نتیجه اینه که این پیغمبر به حق است. اکنون وصیت را گوش کنیم. و وصا بها
ابراهیم و بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین اسلام ابراهیم فرزندان خودش را و یعقوب وصیت کرد یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای فرزندان من به درستی که الله برگزید برای شما دین را. ببینید عزیزان، یک نکته هم از اینجا بگیرید که با ارزشترین سرمایه برای فرزندان ما چی هست؟ آموزش دین، توحید و اخلاق. سرمایه مادی نیست، سرمایه دنیا نیست، اونا هم نعمت خدا هستند، اما اولا انسان باید به فکر این سرمایه باشد. هم و غم چی باشد؟ دیندار ماندن فرزندان. فردا میمیریم، طوری برنامه ریزی بکنیم که فرزندان ما دیندار بمانند، دیندار باشند، با خدا باشند. این سنت ابراهیمی است و نه تنها سنت ابراهیمی بلکه سنت همه انبیا. اونها حتی در لحظات موت نمی گفتند که فلان گوسفندان مال فلانی، فلان منزل مال فلانی، فلان، بلکه در لحظات موت هم اونها به فکر دین بودن. وصیتشون چی بود؟ دین بود. لذا باید از قرآن بگیریم که برای فرزندانمون اگر میخوایم چیز با ارزش بگذاریم، دین و ایمان و تقوا را بگذاریم، توحید و یکتاپرستی را بگذاریم. لذا طوری برنامه ریزی بکنیم هم برای آموزششان هم برای بعد از حیات خود ما. الله می فرماید و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، ابراهیم فرزندانش را به همین چیز وصیت کرد و همچنین یعقوب. یا بنی ان الله اصطفى، ای فرزندان من به درستی که الله برگزیده برای شما دین را، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ببینید که نمیرید مگر مسلمان بمیرید، یکتاپرست بمیرید، موحد بمیرید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. یهودیت چی میگفتن؟ میگفتن نخیر، یعقوب فرزندان خودش را به یهودیت وصیت کرد. به چی؟ یهودیت وصیت کرد، در حالی که یهودیت بعد از یعقوب درست شد. یهودیت، دین یهودیت بعد از یعقوب، حضرت موسی از اولاد یعقوب هست، چند نسل بعد. الله تعالی میپرسد ام کنتم شهدا، مگر شما حاضر بودید؟ شما اونجا تشریف داشتید که حضرت یعقوب به دین یهودیت وصیت کرد؟ لذا این جواب سؤال اونهاست. لما قال اليهود للنبي صلی الله علیه و سلم، زمانی که یهود به رسول الله گفت الست تعلم ان یعقوب، آیا تو نمیدانی زمان که به درستی یعقوب لما مات، وقتی که فوت کرد، وصى بنیه بالیهودیه، فرزندان خودش را وصیت کرد به چی؟ یهودیت. جلالین. وصى بنیه بالیهودیت، فرزندان خودش را وصیت کرد به یهودیت. الله می فرماید ام کنتم شهداء، آیا شما حضور داشتید اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که حاضر شد یعقوب را موت، یعنی اسباب موت، مریضی موت. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، این وصیت یعقوب، این مکالمه یعقوب و گفتگوی یعقوب با فرزندان. اذ قال لبنیه، زمانی که گفت یعقوب برای فرزندانش ما تعبدون من بعدی، ای فرزندان شما چرا عبادت میکنید من بعدی، یعنی بعد موتی. قالوا نعبد الهک، فرزندان گفتن بالاتفاق، همه گفتن نعبد الهک، ما پرستش میکنیم معبود تو را، و اله آبائک، و همچنین معبود پدران تو را، معبود ابراهیم را، معبود اسماعیل را، معبود اسحاق را. الهک مبدل منه هست،
الها واحدا بدل هست. الها یعنی کدوم اله، کدوم خدا؟ خدای یگانه. الها واحدا، خدای یگانه را. و نحن له مسلمون، ما تسلیم او هستیم، ما منقاد و مطیع او هستیم. او را تسلیم در مقابل او هستیم. در چی؟ بنویسید فی العقیدة والعمل، در عقیده و عمل ما تسلیم او هستیم. الله عزوجل می فرماد پدران شما به این چیز وصیت کردند. خب پدران ما بودند، پدران ما بودند، آیا پدری اونها، نبوت اونها، صالح بودن اونها به ما نفعی نمی رساند؟ الله می فرماید جواب این شبهه تلک امت قد خلت، این یک امتی بود که گذشت. این انبیا بود، اینها انبیا بودند، صالحین بودند، گذشتند. لها ما کسبت، برای آنهاست آنچه که کسب می کنند از عمل، من العمل. ولکم ما کسبتم، برای شماست آنچه که شما کسب می کنید از عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما سوال نمی شوید از عمل کرد اونها، از اعمال اونها شما را نمی پرسند، شما را از عمل خودتون می پرسند شما چه کردید. الله عزوجل اکنون زجر بیان می فرماید بر یهود، بر نصارا، با وجود این دلائل که ابراهیم، اسحاق، یعقوب همه توصیت به یکتاپرستی کردن، باز هم اینها به مردم میگن یهودی بشید. یهودی بشی یعنی مشرک، چون یهودیت شرک داشت. مسیحی بشی یعنی مشرک باش، چون که اونجا عیسی اله بود، مریم اله بود. الله می فرماید وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، زجر با نقل قول. می گفتند یهودی باشید یا نصرانی باشید، تهتدوا، هدایت میشید. چی میشید؟ هدایت میشید. جواب زجر قل چیه؟ جواب زجر قل بل ملت ابراهیم حنیفا. بل ملت، اینجا نتبعو مقدر است، بل نتبع، بلکه ما پیروی میکنیم از ملت ابراهیم. بل ملت ابراهیم حنیفا، ما از شما تبعیت نمی کنیم، ما یهودیت را و نصرانیت را اتباع نمی کنیم، بلکه ما اتباع می کنیم دین ابراهیمی را. حنیفا، اون دینی که یک سو بود، یک سو بود از همه ادیان. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم از مشرکین. بنویسی فی العقیدة والعمل، نه اعتقادا شرک می کرد، نه عملا شرک می کرد، فعلا شرک نمی کرد، نه اعتقادا. قولوا آمنا، خلاصه ملت ابراهیمی. قولوا آمنا، بگوید شما، اعلام بفرمایید شما، آمنا بالله، ما ایمان داریم به خدا، به توحید خدا، به یکتا پرستی. و ما انزل الینا، آنچه که به سوی ما نازل شده یعنی قرآن و سنت. و ما انزل الی ابراهیم، آنچه که نازل شده به سوی ابراهیم. و اسماعیل، و آنچه که نازل شده به سوی اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، و اولاد یعقوب. همه انبیاء اولاد چی بودند؟ یعقوب بودند. و ما اوتی موسی و عیسی، بالخصوص آنچه که موسی و عیسی داده شد از حکم و معجزات، ما به اونها ایمان داریم. و ما اوتی النبیون من ربهم، آنچه که همه انبیا از جانب پروردگارشان داده شدند، ما به اونها ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ما ایمان داریم در حالی که حال هست برای آمنا، ما ایمان داریم در حالی که تفریق نمی کنیم، جدایی نمی کنیم بین احد منهم، بین هیچ کس از آنها، بین هیچ کس ما جدایی نمی کنیم.
ما فرق قائل نیستیم بین انبیا. ببینید اینجا سوالی وارد میشه که شما چطور فرق قائل نیستید؟ شما میگید محمد رسول الله از همه چی هست؟ بهتر است، افضلتر است. نمیگویید؟ سید المرسلین نمیگید؟ یعنی چه؟ یعنی سردار تمام مرسلین هست. مگر شما در قرآن نگفتید، نخواندید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از پیغمبران را بر بعضی فضیلت دادیم. پس این فرق هست یا نیست؟ چطور میگه فرق قائل نیستیم؟ اینجا یک جمله بنویسید، این اشکال خود به خود حل میشه. ببین لا نفرق بین احد منهم بأن نؤمن ببعض و نکفر ببعض. مثل شما یهود و نصارا نیستیم که به بعضی ایمان بیاوریم به بعضی ایمان نیاوریم. موسی را قبول داریم، عیسی را قبول نداریم. عیسی و موسی را قبول داریم، محمد را قبول نداریم. یهود و مسیحی اینطور بودن. یهود میگفتن ما عیسی را قبول داریم، عیسی را قبول نداریم. و مسیحیان میگفتن چی؟ ما موسی و عیسی را قبول داریم ولی محمد را قبول. اینطور ما نیستیم که بأن نؤمن ببعض و نکفر ببعض. پس ما تفریق ایجاد نمی کنیم از نظر ایمان، یعنی از نظر ایمان هیچ فرقی نداره برای ما. همونطور که محمد پیغمبره، موسی هم پیغمبره، اما از نظر فضیلت چرا؟ با هم فرق دارند. پس عدم تفریق در چیه؟ در ایمان. و نحن له مسلمون، و نحن له مسلمون، ما فقط و فقط برای او تسلیم میشیم. اینجا یک نکته توحیدی بسیار جالب اینجا هست، و نحن له مسلمون. دو آیه بعدتر است و نحن له عابدون. یک آیه بعد از اون است و نحن له مخلصون. یعنی چه؟ ما فقط و فقط تسلیم در مقابل الله، ما فقط عابد الله، ما فقط مخلص الله. اینا قابل تعمق هستند این کلمات. معنیش اینه که ای اهل ایمان به یهود و نصارا اعلام کنید که ما به همه پیغمبران ایمان داریم، احترام میگذاریم، اما جلوی یک معبود خم میشیم. پیغمبر از خدا نیست. پیغمبر چیه؟ پیغمبر هست اما خدا نیست. همین فرق دین اسلام با بقیه ادیان. بقیه ادیان پیغمبران را در محبت پیغمبران افراط کردند، غلو کردند، بردند اونها را فرزند خدا قرار دادند، بردند اونها را جزئی از خدا قرار دادند، بردند اونها را درجه خدایی دادند. گفتند همونطور که حاجات را از خدا باید خواست، از پیغمبران هم میتونیم بخواهیم. متاسفانه بعضی جهال و غلات هستند در این دین هم همین کار را میکنند. پیغمبر را میبرند همسط خدا قرار میدهند، اولیاء را میبرند برابر خدا قرار میدهند، ائمه را میبرند برابر خدا قرار میدهند. جهال شیعه و سنی فرق نمی کند. لذا اینجا اشاره به همین نکته توحیدی هست که اینها همه پیغمبران ایمانشون واجب، احترامشون واجب، اما عبادت میکنیم فقط او را. و نحن له مسلمون و نحن له مخلصون و نحن له عابدون. پیا پی این جملات آمده فقط برای او، فقط در مقابل او. متوجه شدید؟ لذا الله می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دعوت به ایمان. این یهود اگر ایمان بیاورن مثل ایمان شما. خطاب چه کسانی را هست؟ رسول الله و صحابه را. باز هم ایمان صحابه اینجا الگو قرار گرفت. ایمان توحیدی شما معلوم میشه که این ایمان ایمانی هست که خدا این را میپسندد، خدا این ایمان را دوست دارد. از نظر خدا این ایمان ایمان مقبولی هست که این را الگو قرار میده، این را نمونه قرار میده. میگه اگر اونها
ایمان آوردم مثل ایمان شما، اگر یهود، اگر مسیحیان، اگر مشرکان ایمان بیاورن مثل ایمان شما ای رسول الله و ای یاران رسول الله، ما و اصحابیم چو کشتی نوح، هر که دست اندر زند یابد فتوح. هر کسی که این کشتی را سوار بشه، هر کسی که این مسیر را اختیار بکنه، ما انا علیه و اصحابی، هر کسی این مسیر را اختیار بکنه اون نجات مییابد. هر کسی ایمانش مثل ایمان صحابه رسول الله باشد، اون انسان نجات می. خدا میگه، من نمیگم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آنها ایمان بیاورند مثل آنچه که شما ایمان آوردید، فقد اهتدوا، بدرستی که آنها بر هدایت آمدند، هدایت یافته شدند، راه هدایت را پیدا کردند. و ان تولوا، اگر آنها پشت بدهند، اعراض بکنند، راه شما را انتخاب نکنند، مسیر شما را انتخاب نکنند، فلا عجب، جای تعجب نیست. فانما هم فی شقاق، جز این نیست که آنها در شقاق هستند، در خلاف هستند. اونها دارن با شما مخالفت میکنن، خب مخالفت اونها به ما آسیبی نمیرساند؟ نه. فسیکفیکهم الله، حتما شما را کافی است الله، یا ان قریب شما را الله کافی است. الله کفایتتون میکنه، الله شما را از شر اونها چی؟ نجات میده. و هو السمیع العلیم، آن اللهی که سمیع است، السمیع لكل شیء، العلیم بكل شیء، اون اللهی که هر چیز را میشنود، هر چیز را میداند. لذا الله کفایتتون میکنه، غم نخورید، نه هراسید، نه ترسید. صبغت الله، بگویید ما رنگ خدایی را قبول کردیم. قولوا قبلنا صبغت الله، اصلش اینه. ببین یهودی ها برای یهودیت آرم و علامت خاصی داشتند، مسیحیان برای مسیحیت هم علامت خاصی داشتند. می گفتند هر وقتی که بچه‌ای تازه متولد می شد، این بچه را چیکار می کردند؟ یک رنگ مخصوص زردی بود، معمودیه می گفتند. این بچه را در اون رنگالود می کردند، می گفتند الان صار نصرانیه، الان نصرانی شد. هر یکی برای خود شعاری دارد. بچه‌ای که در اسلام پیدا میشه چیکار میکنیم؟ در گوش شهادتین میخوانیم، اذان میگوییم، اقامه میگوییم. بر خصال ابراهیمی که یکی از خصال ابراهیمی چی است؟ ختنه هست. لذا اینها آرم و شعارهای دین اسلام هستند. اونها شعارهایی برای خودشون داشتند، علائمی برای دین خودشون داشتند. الله میفرماید صبغت الله، شما بگوید ما رنگ شما را نمیخوایم، ما رنگ خدایی میخوایم. رنگ خدایی چیه؟ توحید هست، یکتا پرستی هست. و من احسن من الله صبغا، چه کسی بهتر هست، زیباتر است از الله از نظر رنگ؟ یعنی اون رنگی که الله بده، چه رنگی از او بهتر؟ که اون رنگ چیه؟ توحید. و نحن له عابدون، بنویسید بیان صبغت الله، بیان صبغت الله. رنگ خدایی چیه؟ اینه که ما فقط خدا را عبادت کنیم، موحد باشیم، یک تا پرست باشیم. و نحن له عابدون، ما فقط و فقط او را عبادت میکنیم، او را پرستش میکنیم، غیر او را پرستش نمی کنیم. قل اتحاجوننا فی الله، این زجر برای اهل کتاب. ای اهل کتاب، با وجود این همه دلایل هنوز با ما بحث میکنید؟ هنوز با ما جدل دارید؟ اتحاجوننا فی الله، آیا با ما بحث میکنید؟ فی الله تفسیر مدارک نوشته فی توحید الله،
در توحید الهی، در حالی که و هو ربنا و ربکم، اون الله رب ماست و رب شماست. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، برای ما اعمال ما، برای شما اعمال شما. و نحن له مخلصون، بار سوم آمد. اول و نحن له مسلمون، اینجا و نحن له عابدون، اینجا و نحن له مخلصون. ما فقط و فقط برای او مخلص هستیم، یعنی عبادتمون را خالص برای او قرار میدیم. لا لغیره، بنویسید لا لغیره. اخلاص چیه؟ قال سعید بن جبیر الاخلاص الا تشرك فی دینه. سعید بن جبیر اینه که میگه که اخلاص اینه که اولا کسی را شریک قرار ندهی در دینش. یعنی چه؟ در دین، در عبادت ها هیچ کسی را شریک خدا قرار ندی. نماز برای خدا، رکوع برای خدا، سجده برای خدا، طواف برای خدا، فریاد از خدا، نذر و نیاز و خیرات و صدقه برای رضای خدا، گوسفند میکشی برای رضای خدا. همه طاعات، عبادات، زبانی، جانی، مالی برای خدا باشد. و نحن له مخلصون معنیش اینه. و همچنین ولا ترائی احدا فی عمله، کسی را در عملش نشان ندی، که نشان بدی که من برای کسی دیگه عمل میکنم، برای غیر خدا نه، چنین نباشی. الله می فرماید و نحن له مخلصون، ما فقط و فقط مخلص او هستیم. ما عباداتمون را فقط برای او انجام میدهیم. خب ای معشر یهود، ای جماعت یهود، این بود وصیت ابراهیم، این بود وصیت فرزندان ابراهیم. اما با وجود این باز هم میگویید که ابراهیم یهودی بود و نصرانی بود. ام تقولون، زجر با نقل قول، ام تقولون به معنی بل تقولون. بنویسید یا معشر الیهود و النصارى، ای جماعت یهود و نصارا، ام تقولون، آیا شما میگویید، بلکه شما میگویید ان ابراهیم و اسماعیل، بدرستی که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و اولاد آنها کانوا هودا او نصارا، یهودی بودند یا نصرانی بودند، در حالی که و ان حدثت اليهودیت و النصرانیت الا بعدهم، یهودیت و نصرانیت بعد از اونها به وجود آمدند. شما میگی اونها یهودی بودند؟ قل اانتم اعلم ام الله، آیا شما عالم تر هستید یا خدا؟ شما بیشتر میدونید یا خدا؟ و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که کتمان کند شهادت را، گواهی را که نزد اون انسان هست، کتمان می کند من الله، از خدا. چه کسی ظالم تر؟ ببینید چه شهادتی، شهادت التوراة والانجیل على الانبیاء كانوا على التوحید والحنیفیه. تفسیر کبیر، تفسیر کبیر میگه این شهادت تورات و انجیل بر همه انبیاء این است. شهادت التوراة والانجیل على الانبیاء، بر انبیاء این است که کانوا على التوحید، همه این پیغمبران بر توحید خدا بودند، والحنیفیت، همه بر دین چی بودند؟ حنیفی بودند، یک تا پرست بودند، یک سو از ادیان دیگه بودند. پس شما میدونید که اینها همه یک تا پرست بودند، خدا پرست بودند، موحد بودند، باز هم میگه یهودی و نصرانی بودند. شهادت التوراة والانجیل على الانبیاء كانوا على التوحید والحنیفیه. تفسیر کبیر. ومن اظلم ممن كتم شهادتا عنده من الله، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که کتمان میکند شهادتی که نزد او هست از الله. وما الله بغافل
عما تعملون. رب العالمین غافل نیست از اعمال شما، از آنچه که شما عمل میکنید. چه عملی میکردن؟ من کتمان شهاده، شهادت را کتمان میکردن. خدا غافل نیست یعنی چه؟ فیعاقبکم علیه، خداوند شما را چی میکند؟ عذاب میده بر این کتمان شهادت. تلک امة قد خلت لها ما کسبت، اون جمله گذشته دوباره تکرار میشه. اینها انبیا هستند، پدران شما هستند، ولی شما را از اعمال اونها نمیپرسند و اونها را از اعمال شما نمیپرسند. شما برای خودتون فکری بکنید، فکری بردارید. ببینید این جمله چرا تکرار شد؟ علامه آلوسی میگه این جمله به این خاطر تکرار شد که در دل یهود، در ذهن یهود، در طبع یهود افتخار به پدران و به گذشتگان جای گرفته بود. فقط اونها دلشون جمع بود که ما آقازاده هستیم، ما پیغمبرزاده هستیم. خداوند بار بار برای تأکید که اگر آقازاده هستی باش، اگر پیغمبرزاده و آخونزاده هستی باش، ولی بدان که شما را خداوند از اعمال خودتون میپرسه، نه از اعمال پدرانتون. پدران برای شما نمیتونن کاری انجام بدهند. تکریر لما تقدم، آلوسی میگه تکریر لما تقدم، این تکرار جمله گذشته هست. للمبالغه فی التحذیر، مبالغه میکند الله تعالی در تحذیر که یعنی خیلی برحذر باشید، خیلی بترسید. اما استحکم فی الطباع، از آن چیزی که در طبیعت ها جای گرفته بود، من الافتخار بالآباء والاتکال علیهم، از این که شما به پدرانتون افتخار میکنید و به اونها اتکا دارید، از این برحذر باشید. روح المانی از این برحذر باشید، این کاری برای شما انجام نمیده، برای خودتون فکری بردارید. الله می فرماید تلک امة قد خلت، این امتی هست، جماعتی هست که قد خلت گذشت، رفتن به ملاقات الله. لها ما کسبت، برای آنهاست عمل کرده اونها آنچه که کسب کردند. ولکم ما کسبتم، برای شماست عمل کرده شما، کسب شما. ولا تسألون عما كانوا یعملون، شما سؤال نمیشوید، بازخواست نمیشوید از اعمال اونها، بلکه شما را از اعمال خودتون میپرسند. اونا یهودی بودن، نصرانی بودن، به قول شما، شما برای خودتون فکری بردارید، بیایید موحد باشید، یک تا پرست باشید، خدا را عبادت کنید که فردا نلنگید به بارگاه رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.